پاییز اومده، هوا خنک شده و هیچ چیزی مثل بوی سیب، دارچین و هل خونه رو پر از حس پاییز نمی‌کنه. سیب ها رو پوست میگیریم، قاچ میکنیم و میریزیم توی قابلمه. دارچین و هل و عسل رو بهش اضافه میکنیم و با حرارت ملایم حدود 5 دقیقه هم میزنیم تا کاراملی بشه. عطری که توی خونه میپیچه واقعاً پاییز رو میشه حس کرد. حالا نوبت تخم مرغ هاست. میشکنیمشون، سفیده ها رو از زرده ها جدا میکنیم. سفیده ها رو با یه پینچ نمک با همزن هم میزنیم تا سبک بشن. بعد شکر رو کم کم تو 2 تا 3 مرحله اضافه میکنیم. وقتی ظرف رو برگردوندیم و سفیده ها ثابت موندن و از ظرف بیرون نریختن، یعنی آمادن، زرده ها رو هم با وانیل و روغن و عسل مخلوط میکنیم. بعد هر دوشون رو با آرد ترکیب میکنیم. فقط باید خیلی آروم هم بزنیم که پف سفیده ها نخوابه و دقیقاً همین باعث میشه که کیکمون نرم و سبک بشه. قالب رو چرب میکنیم، نصف مواد رو میریزیم داخل قالب، سیب های کاراملی شده رو روش میچینیم و نیمه دوم مایه کیکمون رو میریزیم روی سیب های کاراملی شده. فرمون رو از قبل با دمای 170 درجه به مدت 15 دقیقه گرمش میکنیم و حالا قالب کیکمون میره داخل فر به مدت 30 دقیقه و بعد از اون یک کیک طلایی و خوش عطر منتظرتونه که با یه لیوان چای داغ روی میز این پاییز رو تماشا کنیم. خوشحال میشم بعد از درست کردن آموزش‌های ما تو خونه برای خانواده‌تون نظراتتون رو کامنت کنید. نوش جانتون.